دوستان عزیز، شرکت مسافرکشانی ترانس خدمترسانی را برای گذشتن از سرحد پیشنهاد می‌نماید. خدمترسانی از شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ پیشنهاد کرده می شود. اگر خواهید که کارهای میگراسیونی خود را از نو برقرارسازی کنید، می توانید به شرکت مسافر ترانس زنگ زنید و ما درخواست‌های شما را اجرا می‌کنیم. برای مسافران تخفیف‌ها پیشنهاد می‌نماییم. سلام خاله جان. برای من تحفه آوردید؟ نرس انا تحفه تو. تو به غیر از غمی خودت غمی دیگران رو خورده میتوانی یا نه؟ تو نمیدونی که من از تو چی میخواهم. من هم مثل تو جوان بودم، یک تو هم باشد تولد کردم. نرگس مبارک شد. آمدی پسرم، کاری درست میکنی. او را با گل دسته تبریک کن. آخرین روز زاد روز دارد. ولی یگان بار در زاد روزی من چیزی میخواستگیم را نآورده ای. آخر شما چی میخواستید؟ حتی نمیدونی که من چی میخواهم. من میخواهم پسر بیاورید که تا که جایگیری پدری ففتیده باشد و او رو سخت به آغوش گیرد، کلام کنید، آرمانهای دلم را برآورد و نام پدرت را به او بماند. من بدی پدرت شوهر نکردم و عمرم را به تو بخشیدم پسرم که صاحبی نبیره می شوم و در وقت پیری دمی آسوده کشم. برای من نبیره لازم. 5 سال طاقت کردم بس. خروچه نرگس اوچه همین گپ ها در همین روز شرط بود. نرگس عزیزم، گریه نکن عزیزم. آخر میدانی که مادرم از بازار خسته شده آمدند. شاید برای همین
تو را جمع کرده باشند. نرنج. سهراب، آخر مادرت راست میگویند. برای تو فرزند لازم، برای آن کس هم. من مانده شدم، نمیتونم. آخرین گناهی من نیست کن. مهمان قبول میکنه؟ سلام نرگس. سلام. چرا در این روز گریه میکنی؟ با تو چی شد؟ هیچ چیز. سلام. سلام. چرا در این روزی خورسندیش دوگانه ما را پرتافته میروی؟ بخشش من کمتر کار دارم. 1 ساعت پس برمیگردم. گریه نکن. زلیخا، چندین بار دکتر رفتیم و هیچ فایده نکرد. خودت شاید حال بودی. چیکار کردنم را نمیدانم. باور کن. پگاه تو را به یک جایی میبرم که در 1 ماه حامله دار میشوی. من یک خاله جان رفته خبر گیرم. میلش. سلام خاله جان. سلام جانم. این برای شما. تشکر. این برای من؟ بله برای شما. شین دخترم. رحمت خاله جان. شما زیب این گل دارید. باز برای آن که شاید یگان روز بیبی شوید و ارمان دلتان رو بشکنید. اگر پسرم زنی دیگری گیرد که فرزند تولد کرده تواند، شاید بیبی هم شوم. لیکن تو دلی آباد ای. خانه ای را میتوانی آباد کنی. رحمت خاله جان، من رفتن نرگس رو بینم. او تنها است، زیق می شود. برم. رحمت خاله جان. سلامت باشی. سلام دوستم، خوبی؟ بشین. چرا پریشان هایی؟ مگر تو امروز سالگرد عروسی نداری؟ یگان واقعه روی داد. مادر، زندگی فقط از فرح بوده میتواند. ای شمشیر، آخر چی گپ شد؟ در خانه جنجال کرده؟ آخر تو گفته بوده که امروز با آش پلاوی خاله جان جشن میگیریم. پس ما شدم پلاوی خاله جان را. سهراب، تو 5 سال زندگی کردی. در حال حاضر 5 سال زندگی کردن این به دهان گفتن آسان است. 5 سالی بی ثمر.
به فرزند دشوار است زندگی کردن، گرچند که در عایله عشق و محبت حقیقی هم باشد. تو رو میفهمم. حالا من تو رو با یک دکتر شناس میکنم که وای مخصوص با همین کارها سر و کار دارد. او یک طبابتگاه هم دارد. من نامش رو فاروموش کردم. در این 5 سال تمام بیمارخانه ها رو با پروفسورانش گشتی. بغیر از خرج بیهوده دیگر هیچ چیز به دست نآمد. راست میگویی. من خودم شاهد حالی تو هستم. اما سهراب، من اون نفری رو که میخواهم با تو شناس کنم تماما شخص دیگر است و شاید توانند مشکل شما را حل کرده. سهراب جان، هوای زمستان امسال خیلی هم گرم آمد. به همین خاطر سپارش شده است که در نزد همه بیناهای نوساخت نهال شنانیم. من این خبر باشه. ما کوشش میکنیم که بهترین نهال‌های زیبایی ساز را نشنانیم. حتما این کار را میکنیم برای که برای آبادی شهر بهترین نهال‌ها را باید شنید. جوانان زیبا، شما یگون چی میفرمایید یا از صحبت شکمتان را سیر میکنید؟ پروتاب گوشتی داره؟ داریم. نامت نرگس. نام مادر عزیزه. عزیزه. نام بین مادرش دخترش نرگس. عزیزه دخترش نرگس. راه فرزندی و بیت را پشت آمنت بسته است. وای نمیخواد که تو با پسرش زندگی کنی، لیکن من البته به تو کمک میکنم. البته ناامید نشو، من البته تو رو طبابت میکنم. روز چهارشنبه یک تا مرغ سیاه خریده میاری، من تو رو با خون مرغ سیاه طبابت میکنم. فرزنددار میشوی. همین بگاه رفته در خانه ات دود کن. فهما؟ رحمت. دوگانه جون، اکنون کارگویمان برور میگیرن. بیا یک گنجا رفته می نشینیم. دوگانه جان، حاضر من به کار دیر مونده ایستادم. بگاه به خانه بیا، من برای تو یکم فروتی بلازت تیار میکنم. حتما میبایم. خوب. میلش. خیر. تو گفتی الان این گونه ارچه ها رو اینجا آوردیم
و در اینجا نیز همین گونه اشعار را نشانند. اگر خواهید باز انای نمودش است. کدامش رو؟ انامینش رو دیم. نه من فکر میکنم فردا آماده میگیرم. بدتر باشد بدتر. آن همین رو با من نشون میدهید. ارزش این چند است؟ ناامید نشو. من البته تو رو تبابت میکنم. روز چهارشنبه یک مرغ سیاه خریدن آری. من تو را با خون مرغ سیاه تبابت میکنم. فرزنددار میشوی. شما با من این انگشتری را نشان میدهید یا نه؟ من چقدر اینجا انتظار شوم؟ ببخشید چی پرسیدید؟ هیچ چیز. شما را کی با اینجا به کار گرفته است؟ نرگس با تو چی شد؟ میبخشید رئیس. دیگر تکرار نمیشود. چرا پریشان حالی؟ مگر بیماری؟ نه، همش خوب است. تو کارگری خوب هستی. روزهای آخر با تو چی شده است؟ یگان مشکل داری؟ نه، یکم مشکلی ندارم رئیس. میبینم که حالتت خوب نیست. میتوانی امروز بر وقتتر به خانه روی. تشکر رئیس. بله ما را امروز از کار بر وقت جواب دادم. میتوانیم یک اونجا سیر و گشت کنیم. حتما میایم. ما رو انتظار شد. مایلش. در کجا آقا میکنیم؟ در باغ، در نزدیک باغ. خیر تو دیدن. خیر.
خولا جون شیرینی من. سلام دختر جون. تو اینقدر زیبا شده ای. از کجا میایی؟ با کلینتون بودم. با کلینی من؟ دیروز کلینتون مرا مجبور کرد که او را به نزد فولبین برم. فولبین؟ فولبین با او چی گفت؟ فولبین میگوید که کلینتون فرزنددار شده نمیتوانسته است. من این رو میدونستم که فرزند تولد کرده نمیتواند. ای کاش مثل تو یک کلینی خوب میافتم که صاحبی نبرچه میشدم. بگو که تو شوهر کردن نمیخواهی؟ شوهر کردن آرزوی هر یک زن است خاله جان. خوب، یعنی کلینی من نمیشوی؟ اما خاله جان من هیچگاه به مرد زندار خانه‌دار شدنی نیستم. اگر سهراب جان از زنش جدا شود چی؟ اما پسرتان خاله جان من باید از مغازه انار خرم. میلش خیر. خیر نه سرم. سلام علیکم. السلام. ببخشید من عریضه آوردم. برای چی؟ برای جدا شوی. از شوهرتون؟ نه من شوهر ندارم. من عریضه رو از نام پسرم آوردم. از پسرتون؟ بله. این رو خود او نوشت؟ چی شما شبهه دارید؟ این امضای پسرتون؟ بله. ولی ما به اشتراک زن و شوهر این عریضه رو قبول کرده نمیتوانیم. چرا؟ شما حقوق ندارید به اشتراک زن و شوهر این خیل عریضه ها رو نویسید. من این رو نمیدانستم. سهراب جان؟ سهراب جانم. حاضر. چیکار کنم؟ نه تشکر. تو خاله جان آمدن رفتن آن می آوردید؟ خوراکم حاضر تیار می شود. بچهش. دنیا برای من تنگ است
چیگه؟ دنیا برای من تنگ است و تنگ و تنگ، دستی مرا بگیر تو منزلت ببر. لیلا با تو کی گفت که در این خانه کردود کنی؟ من تو را خیلی خوب فهمیدم. میخواهی مرا از یگانه فرزندم جدا کنی؟ عزیز، چرا مرا پرتافته رفتی؟ این کلینی در صغیرخانه کلون شده، میخواهد مرا از یگانه فرزندم جدا نماید. بیا پسرم. اوچه؟ برای چی گریه میکنید؟ اکنون فهمیدم برای چی وقتهای آخر نسبت من بپروا شده ای. همه‌اش کار این جادوگر. یعنی چی؟ شما درباره کی گپ میزنید؟ پسری نادانم، تو رو هم جادو کرده است. مانید این گپ‌های بیهوده چی در کار؟ چه خیلی جادو؟ تو همیشه به گپ‌های من باور نمیکنی. از این خیل زنها ترسیدن لازم پسرم. برای همین تا حال تو از او جدا شده نمیتوانی. وای تو را نغز کرد جادو کردگی. موچه این سربسته گپ زنها برای چی؟ رو شد گپ زنید که دلم باز گرفت. درباره کی گپ میزنید؟ کی مرا جادو کرده است؟ درباره زنت نرگس. نرگس؟ آچه جان، آچه جان، نرگس مرا 7 سال پیش جادو کرده بود که من تا حال به خود نامدم. پسرم وقت شوخی کردن دیگر نمانده است. زنت این سحر به نزد فالبین رفته است که مرا از تو جدا کند. انا دیدی خانه را پوری دود کرده است. آچه چرا بیهوده گمانی بد میبرید؟ من نرگس رو خوب میشناسم. او هرگز به اجازت من به هیچ کجا نمیرود، هیچ کار رو نمیکند. نمیکند، نغز میکند. این را دوگانه عزیزش به من گفت. پسرم حالا همسری وقت است از او جدا شو. زنی دیگر گیر، زندگیت رو پیش بر، صاحبی فرزند شو. مرا به آرزوهای دلم رسون. صلح خوبی ها، مگر
سخنان اوچم راست است. کدوم سخنان سهراب جان؟ بیا زلیخا. تا آمدنم قدمت در خانه نباشد. خاله با سهراب چی شد؟ نمیدونم. شاید از دردی به فرزندی به این حال رسیده باشد. من هم نمیتوانم. اگر سهراب را دوست دارد سخنش را شنید چی میگوید. انا بگیر. پسندیده‌ات را آوردم. انا همین طور در تمام زندگیمان من بار اول او را جنگ کردم و حتی گفتم که تو آمدنم قدمت در خانه نباشد. کاری درست نکردی سهراب. در خاطرت هست من درباره یک دکتر به تو گپ زده بودم. نام او انا یافتم دکتر شمس‌الدین است. او مخصوص با شخصانی که به مشکلی به فرزندی گرفتارند سر و کار دارد. جمشید تو با او باور داری که اون مشکلی ما رو حل میکند؟ سهراب شمس‌الدین آخرین باورمون است. تو حالا به خونه رو ینگه رو آرام کن و به مادرت نیز این خوشخبر رو رسون. تو باور داری که او با ما کمک میکنه جمشید؟ دیگر وقتی نمانده است که صرف آرزو و امیدها کنیم. نمیدونم. من خودم رو روز تا روز در این ماجرای زندگی گم کرده ایستادم. مادرم نیست دیگر به دختران باور ندارند. سهراب شمس‌الدین دیگر است. من درباره تو و عائله‌ات گپ زدم. او گفت میتوانم که پگاه ساعت 14 به نزدم برای تشخیص بیایم. تشکر دوستم. جمشید دنیا عجب بازی‌های پیش در پیش دارد. عجب بازی‌های پیش در پیش. دنیا رو نخور. بیا خوبترش میرویم کمی جوانی میکنیم. آب جو می نوشیم و در همان جا مسئله نهالی از خارج آورده رو بررسی میکنیم. چی گفتی؟ باشد.
استحصالاتی تاپ تاجیکس. نرگس جون همش خوب میشه. نرگس همش خوب میشه. خواهش میکنم آروم شو. نمیخوام. خیلی نگو همش خوب میشه. نمیخوام. آروم شو نرگس جون. گریه نکن. خیز از جویت رفتیم دوگونه جون. دیگه نشون همش خوب میشه. از روزی که مرا ترک کردی سالهای زیاد گذشتم. اکنون پسرمان سهراب آن سهرابی پیشینه نیست. دیگر مثل پیشتر آچه جانگویان به نزدم نمی آید. به گپهایم گوش نمی دهد. هوش و یادش به همان زنی بیزوریاتش. 100 بار گفتم که از او جدا شده از زنی دیگر گیر. زنی که تولد کرده تواند مرا صاحبی نبیره کرده به آرزویم رساند. صاحب این خانه و در شود ولی او گوش نمی کند. آه عزیزم نمیدانم چی کار کنم که پسرمان به گپ من گوش دهد. نرگس
اوچه 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 جان ها پسرم اومدی؟ نرگس در کجاست؟ نمیدونم بعدی گپ های تو بر اومده رفت؟ بعدی گپ های من بر اومده رفت. تو نوشیدی؟ این زن بسری تو چی بلاهای نیاورد؟ اوچه کدام گپ ها؟ او تو خودت گفتی که تا آمدنت قدمش در این خانه نباشد. اخیر بچه ما نگفتید که نرود. آخر وای در این شهر هیچ کس ندارد که با کجا رفت. مرا گوش نکرد. همین قدر زوره و تولو کردم که با کجا می روی. سهراب شاید از سر قهر تو را جنگ کرده باشد. مرا گوش نکرد. من با تو گفتم این دختر دختری پیشیننی. تو باشی مرا باور نکردی. پسر جان حالا هم دیر نشده است. جوابش رو ده. اوچه مگرم سخنهای شما درست است. با جای پیوند کردن پیوندی ما رو شکستن میخواهید. اوچه جان اوچه بیچاره پسرم. تو باید با صبر باشی. با تو همین سهراب چی لازم؟ تو زنی زیبا هستی. می توانی باز با دیگری به شوهر برویی. دیگر فکرشو نکن. همین خانه من در اختیارت. چند روزه که میخوای همینجا بمان. یک لحظه. الو سلام زلیخا جون. سلام. چخیر؟ من رحمت خولا جون. زلیخا جون میدونی چی؟ من از تلفنی سهراب با نرگس پیامک فرستادم و تو نیز از تلفنی نرگس با سهراب پیامک فرست و تعیین کن که فردا برای جدا شوی به خانه عقد نکاح بیایم.
فهمیدی؟ سلام، این عریضه ای پسرم. این کس کلینم. پسرتون در کجاست؟ حاضر رسیده می آید. نرگس ایستا چی کار میکنی؟ من алакай аризамро навиштам. عریضه؟ ها؟ چه خیلی عریضه؟ با تو که این کار را اجازه داد؟ آخر خودت با مادرت گفتی کو؟ چند سال باز میخواهد که ما از هم جدا باشیم. با تو خوشبختی میخواهم. ایسا نرگس، این عریضه رو شما نوشتید؟ باشه. آخر همه این کارها چی در کار؟ چرا میخواید که زندگی ما رو تلخ کنید؟ با شما نبیره لازم. از یتیم خانه میگیریم. من یگان گونه عریضه ننوشتم. این کار شما نسبت فرزندان خوب نیست. دختر بیچاره رو بدبخت نکنید. ما نه، کلین ما رو سرگردان کرده ایستاده است. اگر مثل او کلین خوب نیابید چی؟ من خوبترش رو یافتم. باز رسیدم این. چرا برای نگاه نمیکنی؟ مردن میخواهم. اگر مردن خواهی پس چرا حیاتی مرا زیر خطر گذاشتی؟ تو خودت را کشتن میخواهی و من جزا بینم. این دختران را زده کجا میگریزی؟ شما کاردار نشوید. اقل کمک نمی کندی؟ نامرد خران تو بیمارخانه نبرد. من خودم خواستم بمیرم. برای چی؟ من از این زندگی بیزار بیزارم. خیز دخترم، تمامی عمر در این بیمارا خواب نمی کنی که خیز روی بیا. با کجا می رویم؟ با بیمارخانه. البته با کجا می رفتیم؟ یعنی چی بیشمه؟ 5 سال شد که فرزند ندارم. ایستا! ایستا! چی میخواهی؟ همسری من
پس چرا انتظاری مرحمت چی؟ تشکر. این طبابتگاه ما اصلا برای سلامتی مادر است. نامش هم نسل است و من مدیر آن شمسیدی قربان هستم. یعنی بازی قسمت همین رو میگوید؟ نفهمیدم. دیروز درباره شما و یک رفیقم به من گفته بود و حتی گفت که درباره من هم به شما گفته است. مبادا نامی آن رفیقت جمشید نیست؟ بله. امروز به من زنگ زده گفته بود که ساعتی 2 شما به نزد من میاید، اما من نمیدانستم که من خودم به دست خود شما را به مرکز طبی هم میارم. تمسخری بخت. عذر میخواهم. من یه چیز رو نفهمیدم سهراب. دیروز ما رو از خانه راندید. شب به من پیامک فرستادید که پگاه عریضه جدا شدنمون رو نویسیم. باز همه این کارها برای چی؟ دیروز بعدی گپ مادرم سخت عصبانی بودم. از طریق هر چی گفتن ممکن. برای پیش کردنم ببخش. اما من به تو هیچ گونه پیامک روان نکردم. نکرده اید؟ برعکس تو با من پیامک فرستادی که تو را در خانه عقد نکاح انتظار شوم. خودت ببین. اگر باور نکنید خودتان بینید. آچه جان آچه. به زندگی ما چی چشم بدی رسیده باشد. اصلا مؤسسه تندرستی مخصوص گردانیده شده است. شما باید این را دانید که ما در اینجا تکنولوژی ریپرودکتولوژی کمک رسان را استفاده میبریم. به خاطری محض همین معاینه و تشخیص حالتهای ناباربری یا که بیزوریاتی میگویند در مردم ما، یعنی شما باید دانید.
تشخیص. خوش آمدید. شما بهترین کار را کردید که در ما از معاینه گذشتید. این زمان میبینم نتیجه معاینه و تشخیصایی که شما گذاشتید. من در قابلیت نسل آفری شما یگان مشکلات نمیبینم. معاینه شما نشان دادم که مشکلات شما محض در نیچه های تخم گذار است، یعنی که تخم و جیره های شما و خانومتان امکانیت واخوری کردن ندارند و بنابراین من به شما پیشنهاد میکردم که بهتر آن است که از برنامه اکو استفاده برید و 100% امکانیت فرزنددار شدن دارید شما. خیلی خوب. من همه کار رو میکنم که تو صاحبی این خاندان شوی. رحمت خاله جان. ولی این با یک شرط. که تو فرزند تولد کرده توانی. اولش باید پسر شود و من با آن نبیره نام خود و رحمتی رو میگذارم. خاله جان شما هرچی که خواستید من برایتان انجام میدیم. ولی تو باید کاری کنی که پسرم از زنش جدا شده به خانه برگردد. آنها چند هفته باز در کدام طبابت خانه طبابت میگرفتند. باز کسی فریبشان کرده ایستاده است. کدام دختری فریبگر؟ آن دختر را هم یک تکاندن لازم است. من خاله جان آن روز عکس همان مردی که نرگس را به ماشین سوار کرد گرفته بودم. این به ما خیلی کمک میکند. بسیار کاری خوب. تو چه خیلی دختری خوب هستی. مرا به آرزوهای دلم میرسانی. خیز دخترم از پی کار شو. من رفتم خاله جان. خوش آمدی. سلام علیکم. سلام علیک. مفتش کلان امیروف. گوش میکنم. ما اومدیم که شما رو با ماشینتون بریم. با کدام سبب؟ ماشین شما یک چند ماه پیش انا این زن رو زیر کرده است. این رو به شما کی گفت؟ انا این کس. من به این زن کمک رساندم و اگر باور نکنید رفته از خودش حالا او در بترسید. کجاست؟ مرحمت رفته از خودش بترسید. مرحمت بید. نرگس؟ خوب با کی باور کنیم؟ آن روز خودی من رفته با آن ماشین زدم. زیرا مردن خواستم. سببش به فرزندیم بود. میفهمید؟ حالا هم نمیتوانید.
зеро ин мард бо баҳонаи тавбат карданаш шуморо фиреб карданист. то бо мошинаш зад гуфта даъво накунед. не ман ба мошини дигар бархӯрда будам, вале он ронанда ҳам ягон гуноҳ надорад. дар ин ҷо худи ман гуноҳ дорам, худи ман гунаҳгорам. мефаҳмед, худи ман. من این خواهرم را فریب میدیم یا تبابت میکنم. حاضر میتوانیم بیسنجیم و بعد از آن مرحمت بر کجایی که شما خواهید ما با شما همراه میرویم. مرحمت یک بار معاینه کنید. اکنون دیدید؟ شما هنوز هم به دستاوردهای طبی معاصر شک دارید؟ اکنون چی پیشنهاد میکنید؟ با شما روم یا از من و این خواهر عذر میپرسید؟ ما رو ببخشید، ما از اصلی واقعه خبر نداشتیم. با شما سلامتی میخواهیم. سلامت باشید. خوش آمدید. مرحمت. نرگس عزیزم، ناگاه غیب زدی؟ چرا یک بار به من زنگ نزدی؟ مگر از من رنجیده ای؟ تو مگر پیامک رو از خاطر برآوردی؟ تو یگانه کسی بودی که من به تو دردم رو میگفتم. تو به جای یاری از این استفاده بردی زلیخا. چگونه پیامک؟ من بس. تو میتوانی دیگر به خبرگیری من نوی. کجا؟ کیست آنجا؟ کیستی؟ این من سهراب. بیا سلام باشه جان. بیا نرگس. بیا اوچه او نرگس به شما خبری خوش داره. با کسی دیگر می آمدی در رو باز می کردم، اما فقط با این زندی. اوچه این خبر شما رو خرسند میکنه. اوچه نرگس به شما خبری خوش داره. خبر از دهان او برایم خوش نیست. روید در رو نمیکشوید. روید هرگاه که با زنی دیگر آمدی بعد در رو میکشوید. نرنج، مادرم حالا هم از ما خفه است. همین که پیشی برد بمید آنگاه همش خوب میشه.
با کجا میرویم در این شهر کلان؟ من باشم جایی ندارم که شما رو برم. تو پروا نکن، من زنده هم کن. یگان علاجش رو میابم. رفتیم. سلام علیکم. خوبی دکتر؟ همه خوب؟ خوب، ما حاضر میرسیم. 10 دقیقه پس. خوب شده است. رحمت. با تو کی زنگ زد؟ از ایجار خونه. زود میرسیم. 10 دقیقه پس. مرحمت. تشکر. خوشخبر به همه دوستان ویدیو رولیک‌های جالب یوتیوب امروز برای بولده خاطر گرداندن شما یکی از بهترین کانال های یوتیوب رو با نام تاپ تاجیکس پیشنهاد میکنم که چون این کانال را شما نیز در یوتیوب تاجیک انتظار بوده. در اون کانال شما میتونید معلومات پر آیدی همه اکتورها خواسته رو دسترس نمایید و چون شما میتونید در اون کانال بهترین ویدیو رولیک‌های جالب دنیا را پیدا نمایید. برای گزارش به کانال تاپ تاجیکس اصلی که در تگ ویدیو بوده نیز استفاده برید. با خودت مامان. سهراب گل‌های در بیرون بوده رو قید کردی؟ آنها رو قید کردم. آنها رو چی؟ آنها رو هم. از این گل‌ها 100 دانه آوردن. خوب. با 100 دانه دیگر فرمایش ده. فراموش نکن. گل‌های زیبایند. انا این گل‌ها رو با قید گیر. این گل‌ها خود همین شب رسیده اومدن. از این گل‌ها هم 50 تا دیگر فرمایش ده. فراموش نکن. خوب کی باشد؟ خوب. کی زنگ میزنه؟ یک شناسم. سهراب. انا این گل‌هایی که می‌بینی این همه تحت همون مثلا بله طلبات مردم یعنی از این زیاد آوردیم. بله در نزد همون بیناها شینونید 25 تا دیگر از این. خوب انا اینش رو هم استفاده برید. سهراب جان انا این گل‌ها باشند خیلی کم یافتند.
این رو همین بگاه آوردن. گلی طرفی هم انا همین است. بارسلا. بارسلا؟ بله بله گلی بارسلا انا همین است. بخشش. از این هم یک 50 تای دیگر برده شینونید. فهمه؟ من پیشنهاد دارم همون گل‌هایی که با ما فرستادن یک مقدارش رو در نزدیک کارخانه خوب سهراب، اکنون من میخواهم درباره نقشه‌های آینده‌مون همش رو به تو فهمونم و درخت‌هایی که هفته آینده به اینجا وارد میشوند همش از روی فرمایشمون است. کی به تو اینقدر زنگ میزنه؟ نرگس. های جواب ده. شاید یگون کاری ضرور دارد. ها نرگس جان. خوب من بر وقت‌تر میایم. خوب. خای کی جان چطور میشویم؟ به نزدیکی. انیق؟ امروز ما رو بر وقت‌تر جواب ده. میروی؟ بله. کار داری؟ پگاه بر وقت‌تر بیا. کارمون زیاد. رحمت. به خانگی‌ها سلام گو. برای کار. سلام. خوب بشین. با مادرم چی شده است؟ سهراب جان مرا ببخشید. من شما رو فریب دادم. مادراتان سلامتن؟ جنسنت. سهراب من شما رو دوست می‌دارم. عشق شما مرا دیوانه کرد. من کور بودم، کور که حتی برای شما رو به دست آوردن یگانه دوگانه عزیزم نرگس رو در نزد مادرتان بد کردم. نرگس این امید رو از تو نداشت. گمان میکرد تو برای او هم خواهر هم مادر هستی. ببخشید سهراب جان. آخر چی کار کنم که دل به فرمان من نیست؟ تو میدانی که من نرگس را با هیچ کس عوض نمی کنم. چگونه این فکر خم را به سرت جا کردی؟ این خیال خم را از سرت دور کن. مرا فهمیدی؟ استید سهراب جان. از نام من از نرگس بخشش پرسید. تو این کار را فقط خودت کرده میتوانی و فراموش نکن نرگس در ماه آخری حامله داری است. وقتی تولد کرد تو میتوانی از او عضو پرسی. نرگس جان. الو سهراب در کجایی؟ آخر چرا دیر کردی؟ من حاضر میرسم. زودتر بیا. ها با فکرم وقتش شد. میایی؟
بله حاضر میرسم. بگمونم وقتش رسید. همش خوب میشه. پروا نکن عزیزم. تبریک پسرچه. پسر من پسرچه داشتم. برو تبریک بگیر. من پدر شدم. پدر منو تبریک اکا جان من پسرچه دار شدم. رحمت من پدر شدم. پدر تشکر. اوچه سلام جانکم. چخیل دو؟ نقص. سلامتیت خوب؟ می شود. پسرچه اما نقص. بله نقص. الو. سلام سهراب. نشناختم. این من زلیخا. زلیخا؟ نرگس رو ممکن؟ زلیخا. نرگس؟ ها. انا مرحمت. الو. سلام نرگس. مبارک شود. خداوند به او عمری دراز دهد. سلامتیت خوب است؟ رحمت. نرگس دوگانه جان. پیش از اون که تماما بیروم میخواهم از تو عذر پرسم. در زندگی همه خطا میکنن، ولی مهم خطا را سری وقت فهمیده اصلاح کردن. نرگس مرا ببخش. من خطا کردم. باور کن از فرزنددار شدنت شادم. شما هر دو برایم عزیز بودید و میمانید. از من نرنجید.
و مرا به نیکی یاد کنی. زلیخا جان، من به تو خوشبختی میخواهم. از من خفه نشو. میلش. تشکر. خیر. چی گفت؟ هیچ. دیگر نمی آید. راهی دور رفته است. نمیدانم از من خفه شد. خوشبخت باشد. اویسته. باچم باید می آمدند. رفتیم. مبارک شود. سلام علیکم. مبارک شود. رحمت. مبارک شود. مبارک شود. تشکر. مبارک شود. تشکر. سری زیبا. چقدر زیبا. با پدرش مانند است. آره برویم. چشمکش رویم. با کجا می رویم؟ به ایجار خانه. اوچم؟ من گفتم که می آید. سلام دختر. سلام. هزار سلامت باشد. مبارک باشد. مبارک باشد. سلام پسر. سلام اوچه. مبارک باشد. خدا مبارک باشد. مبارک. تشکر. جانی بیبی. مرو ببخشید فرزندم.